بسم الله الرحمن الرحیم. احد و صمد و بحرمت سلطان انبیا و شفیع و بیجزا و نام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. عاقبت کارتون بخیر، امام و سلامت، حافظ در بندگی، استقامت در طریق دفع بلاهای متوجه را روی آوردن، نرخ ارزان، مال تمام شفای بندگان اهل اسلام، نجات کارگران، حاجت خواجندگان، عدالت پادشاهان، برکت آب روان، کمالی فرزندان. خداوندا خدا مهربانی بخشنده بخشنده مشکلاتشون رو آسان کن. پروردگار این فرزندان ما که در کجای در کدام منطقه و ساق سلامت به همین منزل شما در کار و بار و زندگیشون برکت وقتی کم نبیند، در دو جهان سربلند بگردن، از بالاهای زمین و آسمان یحیی هر مراد و مقصودی توسن به مراد و مقصد کنند. به نام الله بخشنده مهربان، یا الله ما تو را حمد و ثنا می‌کنیم، یاری می‌طلبیم از تو، طلب داریم رسول اکرم خدا، خانواده او را، صحابگان را، همه شخصانی که تا روز قیامت پیروی آنها بودند و هستند، برکت ده درست بیشه. شکرانه میکنم که خداوند ما را مسلمان آفریده. خداوند بزرگ است به ایمانی به سطح و کتاب و پایین به عهد پیروی از سنت حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنم. خداوندا صدقه کردهایشون به درگاه قبول کنند، در شیعه قیامت کنند، هر مراد و مقصد کنند به مراد و مقصد کنند. بی رحمت الله اکبر.